این افتاد شده؟ چرا این خونه آتیش گرفته؟ دوستم با تلقه بازی میکرده یه اون خونه شد آتیش گرفته. بعد اون یکی دوستم رفته نجاتش بده، اونم گیر کرده تو آتیش. چرا ماشین رو اینجا پارک کردم؟ نمیتونیم رد شیم. وقتمون داره تلف میشه. چرا اینجوری پارک کردم؟ لطفا از سر را برید کنار. آقا برو کنار. محسوب زود باش. بدو این توی اون اتاقم. جواد زود باش و پسر کن بردار. بدو جواد بدو. زد داره میریزه. علی آقا خودت میدونی که دیگه دیر شده. اینو بگیرش. علی آقا حلالم کن. نه